قریشیان در مکان جمع آمدند و در مسئله پیامبر صلی الله علیه و سلم مشورت میکردند. گفتند محمد را کی میتواند به قتل رساند؟ عمر ابن خطاب گفت من این کار را خواهم کرد. اهل مجلس گفتند این کار تو است، واقعا تو از عهده‌اش میبری. عمر در نصف روزه که هوا به نهایت افسان بود همچون شمشیری از غلاف بیرون کشیده با مقصد به قتل رسانیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم و چند از یاران ایشان به راه برآمد. او پرسیده بود و از جای آنها به او خبر داده بودند. گفتند در پایان صفا در منزل یکی از یارانش ارقم پسر ابوالارقم قرار دارد. عمر عزم این جنایت زشترین در تاریخ عالم را در دل کرده بود و با این نیت سوی خانه ارقم میرفت. قصد داشت سید بشر پیشوای سرور حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را به قتل رساند. در راه او را صحابی به نام نعیم ابن عبدالله بدید و از او پرسید ای عمر کجا روان هستی؟ عمر با خشم و غضب گفت به سوی همان صابع، منظورش پیامبر صلی الله علیه و سلم، شخصی که کاری بد کرده قریش را میان هم جدا کرد، خدایان آنان را بد میگوید و دینشان را باطل گفت، میروم تا او را بکشم. نعیم به او گفت ای عمر بسا تصمیم بد گرفته ای، قسم به نام خدا که تو با قوتمندی و شجاعت خود مغرور گشته ای. مگر تو میخواهی قبیلت بنی عدی هلاک شوند؟ تو فکر میکنی که بعد از اینکه به این عمل دست میزنی بنی عبد مناف تو را به حالت میگذارند؟ اینچنین گفتگو میان نعیم و عمر صورت گرفت و عمر بر او خطاب کرد فکر میکنم که تو نیز از دینت رو برتافته باشی. علاوه تهدید کرده بر او گفت اگر چنین باشد این کار را از تو آغاز میکنم. نعیم در جواب گفت تو خود آگاه نیستی ولی خانواده تو و دادر عروست نیز به این دینی نو گرویدند. آنها تو را ترک کردند ولی تو این را حتی نمیدانی. وقتی عمر این سخنان را شنید گفت کی از خانواده من اسلام را پذیرفت؟ نعیم گفت خواهرت فاطمه و شوهرش سعید ابن زید. عمر از شنیدن این خبر که خواهرش اسلام را پذیرفت سخت در غضب شد و راهش را سمت خانه خواهرش کرده رهسپار شد. وقتی در را میزد آنها گفتند که کیست اینجا؟ عمر در جواب گفت عمر. و در این حالت آنها قرآن می‌خواندند و همراهی آنها خباب ابن ارت بود. اهل خانه چون صدای عمر را شنیدند در اضطراب افتادند و معلم را در جای پنهان نمودند. از شدت اضطراب و سراسیمگی صحفه را که قرآن را می‌خواندند فراموش کردند. چون عمر وارد خانه شد خواهرش فاطمه او را دید و فهمید که عمر با کاری خیر نآمده است و صحفه را تیز زیر کورپچه کرد. عمر گفت چه صدایی بود که من از پشت در میشنیدم؟ آنگاه اهل خانه سوره مبارکه طه را می‌خواندند. آنها گفتند ما تنها بین همدیگر گفتگو میکردیم. عمر دوباره گفت نخواست شما دینتان را ترک کرده باشید. سعید ابن زید شوهر فاطمه برایش گفت ای عمر مگر فکر نمیکنی که شاید حق در غیر دین تو باشد؟ اگر چنین باشد چی میکردی؟ عمر به خشم آمد و به سوی سعید جهیده او را به زمین افکانید و روی سینه اش نشسته قصدی ضربولت کردن داشت. این لحظه فاطمه وارد جنجال شد و خواست شوهرش را از زیر فشار عمر رها سازد. عمر باز هم غضبش افزود و شپاتی بر روی لطیف خواهرش زد و خون جاری شدن را سر کرد. فاطمه با علم گفت ای دشمن الله مگر ما را تنها به خاطر اینکه به الله ایمان آوردیم ضربولت میکنی؟ عمر جواب داد بله. فاطمه دوام داد هر چی میخواهی بکن، من گواهی میدهم که بجز الله تعالی هیچ معبود نیست و محمد فرستاده اوست. ما اسلام را علی رغم خواهش تو پذیرفتیم. ما اسلام را قبول کردیم گرچه که این غیر خواهش تو باشد عمر. وقتی عمر این را شنید در قلب و وجود او تغییر به وجود آمد و او از ضرب و لط خواهرش و این برخوردش با خاندان خویشش پشیمان شد. پس از این کشمکشی عمر از خواهرش درخواست نمود تا آن صحفه را به او دهد. او گفت و من ده تا من بخوانم. فاطمه ایبا کرد و نه گفت. عمر گفت وای بر تو، آنچه گفتی بر دلم تأثیر کرد، پس به من بده تا ببینم. فاطمه گفت تو ناپاک هستی، این قرآن است و نشاید که شخصان ناپاک آن را برسند. اگر خواهی آن را به دست بگیری باید غسل بگیری. عمر به بیرون رفت و غسل گرفته برگشت در حالی که از رویش آب میچکید. فاطمه صحفه را که در آن آغاز سوره طه نوشته بود به عمر داد. عمر خواندن را سر کرد. طه ای پیامبر ما این قرآن را بر تو فرود نفرستاده ایم که تا باعث رنج تو گردد. بیشک آن را پند برای کسانی فرستاده ایم که در دل ترس دارند. این قرآن از جانب خداوند نازل گشته است که آسمان های بلند و زمین را آفریده است. خداوند رحمان بر عرش برآمد.
همه موجودات آسمان ها و زمین و موجودات بین آنها و موجودات زیر خاک از آن خداوند است. و ای پیامبر اگر تو سخنانی آشکار و یا نهان بگویی پس همان خداوند آن را میداند. الله معبودی برحق است، بجز او تعالی هیچ معبود نیست. او تعالی دارای نام های زیباست. عمر این آیات ها را بخواند و بر نفسش سخت تأثیر کرد. تأثیر این آیات به عمر چنان شدید بود که قلبش به تحریک آمد. عمر گفت قریش از این فرار میکند؟ ذاتی که این سخنان را گفته است باید مردم بجز او کسی یا چیز دیگری را عبادت نکنند. او گفت برای من مکان محمد را گویید. چون اهل خاندان دیدند که عمر از سید خلیل میپرسد گفتند در پایان کوه صفا. عمر شمشیر خود را برداشت و به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش رفت. او در آنها را کوفت و چون صدای عمر را شنیدند همه یاران در هراس افتادند. هیچ کس برای کشودن در جرأت نمیکرد، زیرا در شدت و بدبینی او نسبت به این دین و این پیامبر خوب آگاه بودند. وقتی حمزه رضی الله عنه ترس و وهم آدمان را دید، او پرسید به شما چی شده است؟ آنها گفتند آخر این عمر است ابن خطاب. خوب عمر ابن خطاب باشد در را گشایید. اگر خداوند برایش نیکی خواسته باشد اسلام می آورد، وگرنه پس قتل او برای ما کاری دشوار نیست. آنها در را گشودند و عمر داخل خانه شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از او پرسید تو را چه چیز نزد ما آورد ای ابن خطاب؟ مگر تا دمی که خدا بر سر تو عذاب نآورد از این عداوتت باز نمی ایستی؟ عمر گفت ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، امروز آمدم تا به الله و پیامبرش ایمان بیارم و اینکه تو از جانب الله فرستاده شده ای. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الله اکبر و صحابگان تکرار کردند الله اکبر. بله، عمر تغییر یافت. ایمان در دل او جای شد. دل او با کلمه لا اله الا الله پر شد. زمانی که او به اسلام مشرف گشت سال 6 پیامبری بود و او خود 26 سال عمر داشت. تا اسلام آوردن عمر عدد مسلمانان به 39 رسیده بود و با جمع شدن عمر عدد 40 شد.